بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما دوستان عزیز. امروز براتون طلسم علوی جذب مشتری رو آوردم. نحوه نوشتن این طلسم به این شکل هستش که دوستان این خط رو از سمت راست به چپ میکشید و بعد این اعداد روحانی رو از سمت راست به چپ دونه دونه می نویسید و همونطور که مشخص هستش، حالا بذارید بیارم جلوتر، تمامی این حروف روحانی چشمهای اونها باز هستش دوستان عزیز. توکیل نداره، فقط اسم خودتون رو زیرش بنویسید. اگه آقا هستید از لفظ ابن، اگه خانم هستید از لفظ بنت استفاده کنید. یعنی مثال اگه آقا هستید علی ابن فاطمه، برای خانم مثلا فاطمه بنت زهره. درست؟ حالا با این طلسم باید چی کار کنیم دوستان؟ این طلسم رو که نوشتید تاش میکنید، به شکل حجاب در میارید و در یک گوشه مغازه که پاک باشه میذارید که دیده نشه در اونجا. مثلا این دعا لایه کالا هم میشه گذاشت، مثلا اگه پوشاک بود لایه یک شلواری از شلوارهای نوع مغازه‌تون بذارید، یا در یک گوشه مغازه که خلاصه پاک باشه میتونید قرار بدید. ولی بهترش این هستش که این دعا رو با یک نخ دورش بپیچید، نخ سفید، از سقف آویزون کنید. حالا اگه سقف مشکل داشتین توضیح دادن دیگه، میتونید یک جایی قرار بدید، یک جای پاک. از سقف هم آویزون میکنید، یک جای پاک حتما باشه، زیرا این طلاسم از آیه ها و سوره های قرآن درست شده. آنها چه این چه اونایی که در کانال یوتیوب یا تلگرام هم قرار میدن. درست؟ نحوه نوشتنش رو که توضیح دادم بهتون و اما شروطش: روز نوشتن و ساعت نوشتن روز یک شنبه و ساعت طلوع خورشید همان روز هست. یعنی یک شنبه ساعت طلوع خورشید که میشه ساعت شمس. درست؟ بخور اون کندر هستش. یعنی شما اگه اینو نوشتید و به شکل حجاب در آوردید، از سپایه روحانیتون که آویزون کردید زیرش بخور روشن کردید، 15 دقیقه با بخور کندر این طلسم رو بخور بدید، فعال میشه و احتیاجی به بخورای دیگه نیست. ولی اگه مبتدی هستید یا دوست دارید بخوری رو اضافه کنید، عود هندی و اسپند هم میتونید اضافه کنید. جهت نشستن رو به شرق هستش، ولی همه میدونن جهت نشستن اصلی در افاق، طلاسم و غیره علوی، جهت اصلی و کلی اون رو به قبله هستش. همیشه هم میتونید بنویسید رو به قبله، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه. قلمش حبر روحانی هستش، با قلم دیگه ننویسید. درست؟ اگه براتون سوال بود که چرا بنده در کلیپ ها نمیگم این طلسم هایی که قرار میدم یا هر چیز دیگه افاق یا غیره اسراف و تحسین داره یا نداره، علوی هستش یا غیره، این رو بهتون بگم که تمامی اینها اسراف و تحسین دارن. اگر هر کدومشون نداشت، میام میگم مثلا این طلسم شروطش که مثل همین الان دونه به دونه گفتم، میام میگم مثلا شروطش یکی هم این هستش که اگه اسراف و تحسین انجام بدیم بهتره، اگه انجام ندین هم مشکلی نداره. درست؟ کاغذ همه اینها هم کاغذ همین برگ آچار سفید هستش. اگه بعضیا مثلا باید روی کاغذ دیگه می نوشتید، مثلا یک طلسم مثلا رزق بود بر رو برگ آچار مثلا زرد بنویسید، میام اون رو هم به شما میگم. ولی شروط اصلیش همینی بود که گفتم. یعنی اگه شما چی در کاغذ زرد بنویسید چی در کاغذ سفید،
هیچ مشکلی نداره. ولی چند ثانیه قبل گفتم که مثلا اینو فقط با حبر روحانی بنویسید، با قلم دیگه ننویسید. حالا چه مثلا روان نویس سیاه باشه، چه قرمز، زرد، هر چی ننویسید، فقط حبر روحانی باشه. درست؟ و تمامی طلاسم، افاق، استخدام، ریاضت، حالا که در کانالم قرار میدم، اینها همه علوی هستش. احتیاجی نیست بپرسید اسراف و تحسین علوی انجام بدیم یا نه. همه علوی هستش. همشون رو میتونید اسراف و تحسین علوی انجام بدید. اگه اسراف و تحسین علوی ندارید یا بلد نیستید، در قسمت کامنت ها بگید تا در ویدیوهای آتی براتون قرار بدهم. فکر نکنم صحبت دیگه باقی مونده باشه. فقط یک نکته ای رو هم به شما بگم. ببینید دوستان، این طلسم فقط برای اونهای خوب هستش که یعنی بهتره که مغازه دارن. یعنی کسی که آنلاین شاپ داره، کارش با گوشیه، یا یک چیز دیگه هستش کارش که مغازه نداره، انجام نده. داخل کامنت ها بگه من یک جذب مشتری دیگه هم براتون استخراج میکنم و قرار میدم که همراهی باشه. چون همونطور که گفتم این شروطش این هستش که داخل مغازتون باید بذارید. یکی دیگه استخراج میکنم که اون همراهیتون باشه. توکیل هم نداره. همینجا فقط اسم خودتون و مادرتون رو بنویسید کافیه. امیدوارم در نوشتن این طلسم هم موفق باشید. یا علی.